سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد ساختمان شش یا ریه است. شش یا ریه ارگان مرکزی در سیستم تنفسی انسان را تشکیل میده. ما دو شش داریم، تو لنز یا دو شش، شش راست و شش چپ. از نقطه نظر اناتومی شش راست ما رایت لنز نسبت به شش چپ بزرگتر است. شش راست بزرگتر از شش چپ ما است. چرا؟ چون در شش چپ ساحه کاردیاک ناچ یا جای بر نگهداری قلب موجود است. به همین لحاظ ساحه اناتومیک شش چپ نسبتاً کمتر یا کوچکتر نسبت به شش راست است. شش راست اول به مطالعه میگیریم. قبل از اینکه بریم به شش ها، ساختمان را که میبینین این ساختمان به نام تایروید کارتیلیج یاد میشه که بالاتر از تایروید کارتیلیج حلقوم یا بلعوم یا لیرنگس موقعیت داره و پایینترش هم ترکیا یا قصبة الریه. قصبة الریه بالاخره موازی با فقره پنجم ستون فقرات در ناحیه توراسیک به دو بخش راست و چپ تشکیل میشه. دقیق ناحیه که ترکیه یا قصبة الریه به دو بخش راست و چپ تقسیم میشه به نام کرینا یاد میشه. کرینا نقطه است که در این ناحیه قصبة الریه به دو بخش راست و چپ تقسیم میشه. اوکی. شش راست ما دارای سه لوب است. لوب بالایی، اپر لوب، میدل لوب یا لوب وسطی و لور لوب یا لوب آخری. این لوب ها توسط این ساختمان های ظریف به وجود آمده که اینا را به نام فشر یاد میکنه. دو فشر در شش راست داریم و یک فشر هم در شش چپ. فشر افقی را به نام هارزنتال فشر یاد میکنه و این فشر ما هم اوبلیک انحنا داره و برعکس شش چپ ما تنها توسط یک فشر هارزنتال یا افقی به دو بخش اپر لوب و لور لوب تقسیم شده. درست؟ این ساحه که یک بریدگک موجود است، این ساختمان اینجا قلب افاده کرده و هر دو شش راست و شش چپ ما قلب در داخل خود در وسط خود محافظت کرده، چون در مدیاستینم قلب با تمام رگهای خونی که از قلب میره و به قلب میای موقعیت داره. پایینتر از هر دو شش ما عضله یا پرده به نام حجاب عاجز یا دیافرام موجود است که رول اساسی در تنفس ایفا میکنه. در امتداد مطالعه ساختمان شش میریم به فرضاً این شد شش راست ما و این هم شش چپ. ساختمان ظریف و خیلی باریکی که اطراف شش احاطه کرده یک پرده، یک غشای است به نام پلیورا. وظیفه اساسی پلیورا در پهلوی این که از شش ما حفاظت بکنه در انجام عملی تنفس خیلی رول اساسی داره. پلیورا از دو لایه تشکیل شده. یک لایهش که دقیق با شش وصل است به نام ویسرال پلیورا یاد میشه. ویسرال پلیورا. و بخش دیگه از این غشا یا از این پرده به همراه قفس سینه به همراه قبرقه های ما وصل شده. اینا اگر قفس سینه باشه، لایه دیگه از این پرده که به نام پرایتال پلیورا یاد میشه به قفس سینه ما یا به عضلات و قبرقه های ما وصل است. و در وسط از اینا یک فاصله پتانسیل یا فاصله یا سپیس یا خالیگاه خردی موجود است که به نام پلیورال سپیس یاد میشه
و در پلیورال سپیس ما مایات داریم که تخمینا از 10 تا به 15 میلی لیتر هستند. خیلی مقدار کم از این مایات موجود است. در کجا؟ در دو طرف شش ماه توسط یک پرده به نام پلیورا احاطه شده و بخش دیگه از این پرده یا غشا وصل است به قفس سینه. فاصله که در بینشان موجود است یک فاصله پتانسیل است که مملو از پلیورال فلوید یا مواد پلیوروی است که وظیفه اساسیش هم حالا برتان واضح می سازم. زمانی که شش در هنگام تنفس باز و بسته میشه، این پرده نمگذاره در پهلوی این که حفاظت میکنه از شش، نمگذاره که در هنگام اکسپایریشن یا در هنگام بیرون کشیدن هوا شش سقوط کنه، چون یک ساختمان اسفنجی داره. در هنگام بسته شدن و باز شدن این پرده کمک میکنه پرده پلیورا شش که به صورت درستی باز و بسته شوه، هوا را از محیط به خوبی به شش انتقال بده و از شش هم هوا به خوبی به محیط بیرونی ما انتقال پیدا بکنه. خب به هر حال ادامه میتیم. یک چیزی که خیلی مهم در شش موجود است به نام برونکو پالمونری سگمنت. برونکو پالمونری سگمنت. اوکی، برونکو پالمونری سگمنت ها معمولا اهمیت جراحی داره. برونکو پالمونری سگمنتس هر شش ما، یعنی شش راست و شش چپ، هر دو به 10 سگمنت یا 10 واحد کوچک تقسیم شده و هر واحد به خود یک پیپ جداگانه هوا داره، یک رگ مستقل خون داره که برش هوای خون پاک و اکسیژن داره برسانه تا مواد غذایی خودش روش از اونجا تهیه کنه و یک رگ خون مستقل دیگه که از اینجا هم دی اکسیژنیتد بلاد یا خون ناپاک که انتقال بده. در هر کدام شش راست و چپ 10 سگمنت یا 10 واحد کوچک موجود است. این واحد ها گفتیم که اگر اهمیتش بررسی کنیم، اهمیت جراحی داره. اگر در هر سگمنت کدام تکلیف به وجود بیایه، میتونیم تنها توسط عمل جراحی امو سگمنت مشخص از بین ببریم و بالاخره موضوع را فیصله بکنیم. به هر حال شش راست و شش چپ هر دو به 10 سگمنت تقسیم شده. سگمنت های شش راست خود میبینیم. این سگمنت به نام اپیکل سگمنت یاد میکنه. اپیکل یا اپیکل چون اپکس شش در اونجاست. اپیکل سگمنت پایین تر از او به طرف عقب به نام پوستیریر سگمنت یاد میشه. پوستیریر سگمنت یا سگمنت عقبی و این بخش هم به طرف روبرو یا انتیریر سگمنت. درست؟ در لوب وسطی دو سگمنت داریم، لترال و میدیال، و در لوب پایینی شش راست ما 4 سگمنت داریم، سوپیریو میدیال، سوپیریو بیزل و اینجا انتیریو بیزل و لترو بیزل. خلاصه اگر حساب بکنیم 10 سگمنت در هر دو شش راست و چپ موجود است. یک سگمنت اگر در اینجا زوم کنیم و بررسی بکنیم، فرضاً این یک سگمنت از شش است. بعد داخلش یک پیپ هوا یا برونکیول مستقل میآید، یک رگ خون مستقل میآید که مواد غذایی را برسانه، یک رگ عصبی برای کنترل داره. اگر خدای ناخواسته یک سگمنت از شش سرطانی شوه، کارسینوما داشته باشه که سرطان داشته باشه، توسط عمل جراحی یک سگمنت مشخص میتونیم برداریم و هیچ نیاز نیست که به بقیه قسمت های شش صدمه برسانیم.
باید به یاد داشته باشیم که برونکو پالمونری سگمنت و رسپیریتری یونت اینا دو موضوع مجزا است، با هم متفاوت است. در لکچرهای آینده روی هر دوش میپردازیم. در ساختمان شش یک چیز دیگه که یادم رفته بود باید براتان واضح بسازم. در پهلوی لوب ها سرفس هم موجود است. ایره به نام دیافراگماتیک سرفس میگه، دیافراگماتیک سرفس، یا امو رخ شش که به طرف دیافرام یا حجاب عاجز است، دیافراگماتیک سرفس. ای سرفس یا رخ شش به طرف قبرغه ها کاستل سرفس. میدیال سرفس ای سرفس است که به نام میدیاستینیال سرفس هم یاد میشه، چون میدیاستینیم در اینجا موقعیت داره. میدیاستینیال سرفس، میدیاستینیال سرفس. میدیاستین هم یک ساختمان خیلی مهم در قفس سینه است که قلب جا داده و از این ناحیه خیلی مهم است. در آینده ها حتما مطالعه میکنیم. کاستل سرفیس، دیافراگماتیک سرفیس، ایش هم شد میدیاستینل سرفیس. این ناحیه شش چپ لنگولار سرفیس میگه، چون لنگولا در اینجا موقعیت داره. و این نواحی شش که به نام اپکس یا سر شش یاد میشه، این سرفیسش هم به نام اپیکال سرفیس ها، اپیکال سرفیس یاد میکنه. به هر حال این بود معلومات کوچک در مورد اناتومی شش. در مورد هیستولوژی و فیزیولوژی هم براتان لکچر جداگانه خواهم ساخت. ممنون.